سلام دوستا، بازم خوش آمدید به کانال امیر گیم ماستر. طوری که خودتان بازی را مشاهده میکنید، این بازی در رزولوشن 4K و گرافیک اولترا اجرا شده. البته روی گرافیک کارت RTX 5070 که واقعا گرافیک کارت خفنی است و میتونه بازی ها را با کمک هوش مصنوی، DLSS و فرام جنریشن حتی بازی های سنگین 4K اجرا کنه. گرچه 12 GB دیدیکیت داره ولی بازم عملکردش در بازی های 4K عالی است. خب دوستا، طبق وعده‌ای که برای شما داده بودم گفته بودم که یک گیم پلی از خودم جنگ کریتوس با تور با گرافیک مکس و رزولوشن 4K البته با درجه سختی بالا براتون میکنم. خب یک سوال اصلی و اساسی است که چرا این دو نفر بین هم دیگه جنگ میکنند؟ یکی از دلایلی که دو نفر بین هم جنگ میکنند این است که کریتوس در گادافار 2018 یعنی گادافار که قبل از رگناراک آمده بود دو تا پسرای زیرم میکشند همراه پسرش اتریوس. بعد از او اودین میایم میگه که همراه ما کار نداشته باش، همراه ما صلح کو، پسرت هم نباید دنبال تیر یک شخصیت بازی است دنبال از او بگردن. ولی کریتوس برشان جواب رد میده، میگن نخیر. بعد از او نگه فقط کوشش کو زیاد طول نکشه، خود از اودین و تور. بعد از او این دو نفر جنگشان شروع میشه. البته خیلی صحنه هیجان انگیز است، این قسمت هایش کلا هیجان است. من خیلی هیجان پیدا میکنم وقتی بازی را در صحنه های اکشن حتی میبینم، وقتی بازی کنی که هیجانش چند برابر میشه. خب دوستا، در اینجا براتان نشان میدم، میبینید درجه سختیشان گیو می نو مرسی است، یعنی درجه سختی بالا. جنگ شروع شد. دوستا من بیشتر از بلید آف چیوز استفاده میکنم. خب دوستا با باشید چون این بازی واقعا سخت باید تمرکز. من خوب دوج کردم و دفاع رو بلد است. اوه اگه این صحنه ها دوج نکنیم با یک ضربه شاید تمام کنم. خب حالا قدرت یونیک بلید آف چیوز حالا قدرت بلید آف چیوز یونیک فوج شد. خب اینجا بلاک. الان دیگه نوبتی زدن بزن. این سنه باید نبرش بیا دیگه تبر کجاستی؟ این خیال بازم خومد شکل میشه پاره کرده. اوه حالا باید دوج کنم. باز دوج. این بار قدرت. باز قدرت روی دوج. دقیقا همین دوج ها باید. الان فرا دفاع همینقدر ساده دوستان، فقط دقت. بله باز دوج، باز دفاع. آها باز اینجا دفاع میکنیم، اینجا دوج. دوج هم از دور میبینی که یک ذره خون هم کم نشده. اینجا هم دوج. اوه خونت کم است. الان باز کتن بزن که ولی خود که طور خطرناک است. ببین چی ضربه کرد. سر اومده زمین زد. قصدش هم میگیرم نمیدونم. بگیر که اما از پشت سر دام. واقعا هیجان انگیز است. الان نوبت تبر یخی. اینجا هم دوج بزن بگیر. حالا بیدی پا شده حتی میتونم بگیر بک آفری. بعضی صحنه ها رو میتونیم دفاع کنیم ولی خیلی صحنه ها نمیشه، بخصوص اون صحنه هایی که علامت سرخ یک ضربه خورد. دیدید چقدر خونه برای کم. ببینید پلانه الان بخور. الان هم دیدید چی هست. اوه دفاع. اینجا باید دوج کنم. حالا هم یک دوج دیگه. اگه یک اشتباه کنم شاید دیم. اینجا هم دفاع. چی دوده اینجا.
اینجا هم قدرت رونیگ سایکلون آف جیوس. به این قدرت میگن سایکلون آف جیوس. خیلی دوست دارم. چقدر سنگین است. بزن. الان آمدم. از پشت نامردی است. فشار بده. اصلا زورم نمیرسه. دوستا در این صحنه مردم. میبینید این این صحنه مرده ولی تور پس احیاش میکنه. این صحنه خیلی هیجان داره. میبینید خونش پس زیاد میشه. اینو دوباره احیا کرد. یعنی میخواد قدرت واقعی کریتوس رو ببینید. کریتوس واقعی هم میخواد. اینجا دوج دوم. دوستا اینجا باید 2 دفعه دوج کنید. اینجا هم دفاع کامل. چندین بار خودش پر میشه. اینجا باید فرار کنه. کمی دیر کرده. ببین خونم کم ولی نمیذاره اینال قدرت ریج آف اسپارتا بزن. حالا گرم شده. فقط بده یک دوج. الان هم دوج دوم. اینجا باید کم فرار. اینجا هم دوج. اینجا دفاع. الان به دفاع شد. فقط بزن. حالا دوج. باز دوج. الان دیگه ببین چه زمان. چقدر سر از بزرگ است. هرچی بزنی تاثیر نداره. بزن تا نمیزنی. حالا باز مبارزه. دوستا در این صحنه تبر یخی کریتوس همراه پودک تور قدرتشو نشان میده. میبینی؟ همیشه کریتوس آسیب میبینه. این رعد و برق میبینید مثل یک درخت روشن. همیشه در ذهن من این سوال بود که از کجا ایجاد میشه. تا آخر بازی میبود. کسایی که تا آخری بازی رو تمام کردن میفهمند که تا آخر بازی این رعد و برق هست. در اینجا دوج دوم. او هم دوج میکنه. دوج سوم. الان بیده پاشد. با سایکلون آف جیوس. عاشق این حرکت است. بزن. سنها باید دوج کنید. فکر کنید باز دوج متاسی نکنید. فکر کنید 100 حرکت کریتوس و 3 حرکت از این سنه دیپاش. این سنه ها خیلی اساسه. دوستا جا خالی باید همیشه بدید. دیدید. خیلی خوشه. حالا دفاعی کامل. بعدش دفاعی برعکس. اینا قدرت حساب دیدید که آمد. بعدش یک دوج دیگه دوج. یک دوج دیگه. چه خیلی رسید. یک دوج. الان بزن. بلید آف چیاس قدرتی که باید اینجا دفاعی کامل. الان پس بعدش باز یک جا کنید. دوسته که با خود که بودسه میره دیوانه شده. تقریبا دیگه دوست آخرایش هست. بله روی اتمام. در این سنه میخواه کریتوس تحریک کنه که کریتوس هم خشمش بالا میایه و کریتوس با خیلی. یعنی خواست بگوید که اودین برنامه هایی داره درباره پسر تو. در اون صحنه کریتوس خیلی قهرش. دوستا بسیار تشکر از این که تا بال همراه ما بودین. امیدوارم گیم پلی براتون جذاب و دیدنی تمام شده باشه و همچنان یادتان نره برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را بزنید.